بهترین گوشی‌های گیمینگ از 10 تا 20 میلیون تومان. سلام، امروز میخوام که بهترین گوشی‌هایی که مناسب برای بازی کردن هستن تو بازه قیمتی 10 تا 20 میلیون تومان رو به شما معرفی کنیم. بریم سراغ اولین گوشیمون. اولین گوشی که میخوام معرفی کنم شیائومی پوکو X4 پرو هستش. قیمت این گوشی 10 میلیون تومانه و همینطور این گوشی تراشه اسنپ دراگون 695 داره که این مناسب برای بازیه. وزن این گوشی 205 گرم، جنس پشت شیشه، جنس جلوی اون شیشه گوریلا گلاس 5، ابعاد نمایشگر این گوشی 6 و 67 اینچه، نمایشگرش امولد و 120 هرتز و همینطور رزولوشن نمایشگرش 1080 در 2400 پیکسل. 86% از این گوشی نمایشگره و همینطور حد اکثر روشناییش هم 1200 نیته و حد اکثر حافظه اون 256 و حد اکثر رم اون هم 8 گیگه. دوربین اصلی این گوشی 108 مگاپیکسل، اولترا واید 8 مگاپیکسل، ماکرو 2 مگاپیکسل، دوربین سلفی اون 16 مگاپیکسل و حد اکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت و جلو هر دو 1080 پی هستن. ظرفیت باتری این گوشی 5000 میلی آمپر ساعته و همینطور نوع اسپیکر این گوشی استریو هستش. حسگرای اون اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ و قطب نماست و همینطور این گوشی بلوتوث نسخه 5.1 داره و اصالت 5G هم پشتیبانی میکنه. بریم سراغ گوشی دومی که میخوام معرفی بکنم، باز هم از برند شیائومی می 11 لایت. قیمت این گوشی حدود 12 میلیون تومانه و همینطور این گوشی اسنپ دراگون 778 جی رو داره که تقریبا جدیده و جنس جلوی اون شیشه گوریلا گلاس 5، ابعاد نمایشگر 6 و 55 اینچه، امولد و 90 هرتز، رزولوشن نمایشگرش 1080 در 2400 پیکسل و همینطور 85% از این گوشی رو نمایشگر در واقع تشکیل داده و حد اکثر حافظش 256 و حد اکثر رم این گوشی هم 8 گیگه. دوربین اصلی 64 مگاپیکسل، اولترا واید 8 مگاپیکسل، ماکرو 5 مگاپیکسل، دوربین سلفی 20 مگاپیکسل و حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت 4K و همینطور حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین جلو 1080p. ظرفیت باتری این گوشی 4250 میلی آمپر ساعته. نوع اسپیکرش استریو هستش. حسگرای اون اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ و قطب نما و همینطور بلوتوث نسخه 5.2 داره و از حالت 5G هم پشتیبانی میکنه. پوکو F4 GT که در واقع یکی از گیمینگ ترین گوشی های این لیسته و همینطور گرون ترینش که قیمت اون حدود 20 میلیون تومانه. این گوشی تراشه اسنپ دراگون نسل 8 رو داره. وزن اون 210 گرمه. جنس پشت این گوشی شیشه معمولی و جنس جلویش شیشه گوریلا گلاس نسخه 5. ابعاد نمایشگر 6 و 67 اینچه، امولد و 120 هرتز و همینطور رزولوشن نمایشگرش 1080 در 2400 پیکسل. 86% از این گوشی رو نمایشگر تشکیل داره. حداکثر روشناییش هم 800 نیته و همینطور حداکثر حافظه 256 و حداکثر رم اون هم 12 گیگه. دوربین اصلی این گوشی 64 مگاپیکسل، اولترا واید 8 مگاپیکسل، ماکرو 5 مگاپیکسل، سلفی 20 مگاپیکسل، حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشتش 4K ولی حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین جلوی اون 1080p. ظرفیت باتری این گوشی 4700 میلی آمپر ساعته. اسپیکرش از نوع استریو هستش. حسگرهای اون اثر انگشت، شتاب سنج، ژیروسکوپ و قطب نما، بلوتوث نسخه 5.2 داره و از حالت 5G هم پشتیبانی میکنه. امیدوارم که از ویدیو امروز ما خوشتون اومده باشه. لایک و کامنت فراموش نشه و همینطور کانال ما رو سابسکرایب کنید و بگین که ویدیو بعدیمون در مورد چه گوشی باشه.